آخرین نبرد، پیروزی یا شکست. راستی که توسیدید که من در موقع تحصیل قسمتی از تاریخ او را خواندم، حق داشت که میگفت اگر در تاریخ دقت کنند میتوانند تمام وقایع اجتماعی آینده را از روی وقایع گذشته پیش بینی نمایند و آنچه در آینده به وقوع میپیوندد غیر از تکرار وقایع گذشته نیست و فقط شکل ظاهری یعنی رنگ و لباس عوض میشود. در پاورقی نوشته شده که توسیدید برجسته ترین مورخ دنیای قدیم در یونان است و اولین کسی است که تاریخ را برای این نوشت که مردم از وقایع گذشته پند بگیرند و بتوانند آینده را پیش بینی کنند. قبل از او مورخین یونان دو نوع بودند. بعضی از آنها مانند هومر شاعر معروف وقایع را با اغراق ذکر می‌کردند تا اینکه قهرمانان محبوب خود را بزرگ نمایند و عده‌ای دیگر مثل هرودوت وقایع را طوری ذکر می‌نمودند که نمی‌شد از روی آنها وقایع آینده را پیش بینی کرد. توسیدید که در سال 470 قبل از میلاد مسیح متولد شد، اولین کسی است که وقایع تاریخی را با علل منطقی آن ذکر کرد و تاریخ را بدون حب و بغض نوشت و به طوری که در کتاب‌ها نوشته‌اند در سال 396 قبل از میلاد به دست راهزنان کشته شد. مترجم: برای اینکه نشان بدهم چگونه تاریخ تکرار می شود، می گویم که پومپه را بطلمیوس 14 پادشاه مصر و برادر کلئوپاترا به قتل رسانید تا اینکه مورد توجه و محبت سزار قرار بگیرد، ولی مورد محبت سزار قرار نگرفت. آنتوان را هم کلئوپاترا فدا کرد تا اینکه بتواند مورد محبت اکتاو قرار بگیرد و سلطنت خود را حفظ کند. اما مورد محبت اکتاو قرار نگرفت و سلطنت خود را حفظ نکرد. پس از اینکه خبر خودکشی آنتوان به اکتاو رسید، سرداران قشون را در خیمه خود جمع کرد و گفت منظور من از این اجتماع این است که به شما بگویم من خواهان مرگ آنتوان نبودم و نمیخواستم آن مرد به حیات خود خاتمه بدهد. من از این جهت به مصر آمدم تا اینکه با آنتوان آشتی کنم و به وی پیشنهاد نمایم که حکومت یکی از کشورهای روم را بپذیرد و او بر اثر سوء تفاهم تصور کرد که من برای خصومت با او به مصر آمدم. منظور اکتاوین بود که بدین وسیله دوستان و طرفداران آنتوان را در روم با خود دوست کند و آنها وی را مسئول قتل آنتوان ندانند. در حالی که اکتاو می‌کوشید خود را در مرگ آنتوان بیگناه جلوه دهد، خاتون من تصمیم گرفت که سزاریون پسرش را از دسترس اکتاو خارج نماید. او حس می‌نمود که اکتاو که به موجب نوشته خود سلطنت وی را به رسمیت شناخته، اگر به عهد خود وفا کند، به طور حد سزاریون را نابود خواهد کرد. خاتون من در سیاست بصیرتر از آن بود که نداند اکتاو نمیتواند تحمل کند که پسر سزار زنده بماند، برای اینکه خود را وارث سزار می‌داند. لذا شوهرم تیه را احضار کرد و به او گفت من سزاریون را که موسوم به رامسس شده بود به تو می‌سپارم و تو او را با خود به کوش ببر و متوجه باش که کسی در صدد سوء قصد وی بر نیاید. در پاورقی نوشته شده که کوش در جنوب مصر سرزمینی بود که امروز به اسم نوبه و سودان خوانده می شود. مترجم: خاتون من 250,000 بطلمیوس طلا به شوهرم داد و گفت من این پول را به تو می دهم تا اینکه فرزندم در کوش به راحتی زندگی کند، ولی تو قدری صرفه جویی کن. من از این جهت به تو می گویم که صرفه جویی کن که شاید وضعی پیش بیاید که نتوانم به زودی به تو پول برسانم. تو در کوش منتظر دستور من باش و اگر تا 6 ماه بعد از این تاریخ خبری از من دریافت نکردی، سزاریون را با کشتی به هندوستان ببر و در آنجا یک خانه خریداری کن و سزاریون را در آن خانه سکونت بده و خدمتش را بر عهده بگیر. از آن پس تا مدت 1 سال صبر کن تا اینکه خبری از من به تو برسد. اگر خبری به تو نرسید، سزاریون را در هندوستان بگذار و چند نفر از خدمه بومی را مأمور خدمت او بکن و خود به مصر مراجعت بنما. زنهار که سزاریون را با خود به مصر نیاوری، زیرا جانش در معرض خطر قرار خواهد گرفت و کشته خواهد شد. بعد از اینکه به مصر مراجعت کردی، خود را به معبد رامسس دوم که میدانی کنار رود نیل است برسان. تو میدانی که در مدخل آن معبد 4 مجسمه وجود دارد که روی آنها به سوی مشرق است. برو به روی مجسمه شمالی
در آنجا بین معبد و رودخانه نیل در فاصله متساوی بین رودخانه و معبد دفینه‌ای وجود دارد به مبلغ 2 کرور بطلمیوس طلا و آنجا را بدون اینکه کسی ببیند حفر کن و دفینه را به دست بیاور و به هندوستان ببر و به مصرف هزینه پسرم برسان. من نمیدانستم که خاتون من در جنوب مصر دارای دفینه است و تا آن موقع از وجود آن دفینه اطلاع نداشتم. خاتون من به قدری نسبت به تیه اعتماد داشت که راز دفینه را با وی در بین گذاشت، چون میدانست که محال است شوهر من به وی خیانت کند و محال است که برخلاف دستور وی رفتار نماید و فی‌المثل قبل از مسافرت به هندوستان دفینه را تصاحب نماید و با خود به هندوستان نبرد. من متوجه شدم همان گونه که از راز دفینه مزبور به اطلاع بودم، نمیدانم که خاتون من گنج خود را در کجا پنهان کرده است. من بعید نمیدانستم که کلئوپاترا زر و گوهر خود را در چندین نقطه مدفون نموده باشد تا اگر بعضی از آنها از دستش رفت بعضی دیگر باقی بماند و مورد استفاده قرار بگیرد. در آرامگاه کلئوپاترا نیز مقداری زر و گوهر وجود داشت، اما گنج اصلی را در جای دیگر پنهان کرده بود. من تردید نداشتم کسانی که در پنهان کردن گنج به کار مشغول بودند کشته شدند و شاید کلئوپاترا با دست خود آنها را مسموم کرده باشد. من می‌دانم که کلئوپاترا از آن جهت راز گنج را با من در بین نگذاشت و مرا از مکان یا اماکن پنهانی گنج مطلع نکرد که می‌اندیشید اگر من به دست اکتاو گرفتار شوم شاید مورد شکنجه قرار بگیرم تا اینکه مکان گنج را بروز دهم. چون هیچ کس نمی‌تواند برای مدت طولانی شکنجه را تحمل نماید و برای رهایی از درد هر چه در دل دارد بر زبان می‌آورد. من هم به گمان کلئوپاترا نمی‌توانستم شکنجه را تحمل نمایم و راز گنج را افشا می‌کردم، اما اگر بی اطلاع می‌ماندم نمی‌توانستم چیزی را بر زبان بیاورم. گفتم یکی از اصول موافقتنامه کلئوپاترا و اکتاو این بود که اکتاو میباید به تنهایی وارد اسکندریه شود و قشون او قدم به پایتخت مصر نگذارد. طبق موافقتنامه روزی که اکتاو به تنهایی وارد اسکندریه گردد، خاتون من میباید 10 کرور بطلمیوس نقد به او بپردازد. ولی ورود اکتاو به تنهایی به اسکندریه و پرداخت وجه یک شرط ضمنی هم داشت و آن خروج ارتش اکتاو از مصر بود. چون اگر اکتاو به تنهایی وارد اسکندریه میشد ولی قشون خود را در مصر نگاه می‌داشت، هر روز که اراده می‌کرد می‌توانست اسکندریه را اشغال نماید. خاتون من کودک نبود که بتوان با الفاظ وی را فریب داد. او می‌خواست که سلطنت خود را حفظ کند، در صورتی که اکتاو به طوری که وقایع بعد نشان داد می‌خواست خاتون مرا فریب بدهد و کشور مصر و گنج کلئوپاترا را تصرف نماید و خود او را هم به روم ببرد تا اینکه طبق شعایر سرداران بزرگ رومی او را به نام اسیر با زنجیر از مقابل رومیان بگذراند. یک روز قاصدی از طرف اکتاو به اسکندریه رسید و به خاتون من اطلاع داد که اکتاو قصد دارد وارد اسکندریه شود. خاتون من به قاصد گفت از قول من به اکتاو بگو که وی باید به تنهایی وارد اسکندریه شود و قشون خود را از مصر خارج نماید. قاصد برگشت و به زودی مراجعت نمود و گفت اکتاو میگوید اگر میخواهی قشون من از مصر خارج شود، سزاریون را به عنوان گروگان نزد من بفرست. آن وقت خاتون من متوجه شد که اکتاو قصد دارد عهد خود را زیر پا بگذارد. چون روزی که بین اکتاو و ملکه مصر راجع به ورود وی به مصر موافقت حاصل شد، صحبت از گروگان نبود. خاتون من از آن موقع فهمید که اکتاو قصد خودعه داشته و طبق پیمان خود رفتار نخواهد کرد. چون اگر میخواست طبق پیمان خود رفتار کند، مسئله گروگان را پیش نمیکشید. بعد از آنکه کلئوپاترا دانست که باید خود را برای مقاومت آماده کند، به لژیون مخصوص خود موسوم به اسکندر دستور داد که از سربازخانه دمنهور که من در این سرگذشت به دفعات از آن نام بردم خارج شود و خود را به اسکندریه برساند و از پیشرفت اکتاو به سوی آن شهر جلوگیری کند. لژیون اسکندر از سربازخانه خارج شد و وارد اسکندریه شد و کلئوپاترا دستور داد که سربازان لژیون مزبور را برای جنگ مجهز کنند. ولی دیگر نیروی دریایی نداشت تا بتواند با نیروی دریایی خود هم جلوی اکتاو را بگیرد. اکتاو وقتی مطلع شد که یک لژیون از نیروی مصر راه اسکندریه را بر او بسته است، تصمیم به جنگ گرفت.
از ارتش مصر جز لژیون اسکندر واحدی باقی نمانده بود که خاتون من بتواند به آن متکی گردد. سایر واحدهای مصری را آنتوان در آخرین جنگی که با اکتاو کرد با خود به میدان جنگ برد و متلاشی کرد. با اینکه لژیون اسکندر بیش از 6000 سرباز نداشت، توانست مدت 3 روز جلوی ارتش روم به فرماندهی اکتاو را بگیرد. افسران و سربازان لژیون اسکندر داد شجاعت دادند و عده‌ای از آنها کشته شدند. اکتاو به وسیله جاسوسان خود مطلع شده بود که خاتون من ممکن است از اسکندریه بگریزد و به طرف جنوب برود و از مصر خارج گردد و خویش را به کشورهای مشرق زمین برساند. این بود که 2 لژیون از سربازان خود را به رأس دلتا فرستاد تا اینکه از فرار کلئوپاترا جلوگیری نماید. کشتی‌هایی که دائم بین رأس دلتا و اسکندریه آمد و رفت می‌کردند به خاتون من اطلاع دادند که لژیون‌های رومی در رأس دلتا موضع گرفتند. در همان حال خبر رسید که نیروی دریایی اکتاو از راه دریا به اسکندریه نزدیک می‌شود. اکتاو وقتی دید جنگ با لژیون اسکندر ممکن است طول بکشد، از یک طرف جنوب دلتا را اشغال کرد و راه فرار کلئوپاترا را بست و از طرف دیگر از راه دریا نیروی خود را به سوی اسکندریه فرستاد. خاتون من وقتی شنید که نیروی اکتاو از راه دریا به اسکندریه نزدیک می شود، امر کرد که دهانه بندر اسکندریه را با زنجیر بستند تا اینکه کشتی‌های اکتاو نتوانند وارد بندر شوند. و نیز امر کرد که کتاب‌های کتابخانه اسکندر را به سرداب‌ها منتقل نمایند تا در صورت شعله‌ور شدن جنگ در داخل شهر آن کتب گرانبها مثل دوره سزار دستخوش حریق نشوند. متاسفانه بر اثر ستمگری کلئوپاترا در آخرین سال سلطنتش سکنه اسکندریه برخلاف گذشته نسبت به خاتون من محبت نداشتند و از خدایان مصر و یونان استدعا می‌کردند که هرچه زودتر اکتاو وارد اسکندریه شود و به سلطنت کلئوپاترا خاتمه بدهد تا اینکه مردم از شر مأمورین حکومت کلئوپاترا آسوده شوند. خاتون من فقط در 2 محله تفریح اسکندریه بین زنهای خودفروش محبوبیت داشت. برای اینکه در دوره سلطنت خود جهت رواج آن 2 محله از هیچ اقدام ممکن و مؤثر فروگذاری نکرد. گفتم که وقتی بطلمیوس نیزن پدر کلئوپاترا زنده بود، خاتون من میگفت اگر به سلطنت برسد خواهد کوشید که محله تفریح اسکندریه را که هنوز محله تفریح جدید به وجود نیامده بود دارای رواج و رونق کند. کلئوپاترا به عهد خود وفا نمود و بعد از اینکه به سلطنت رسید 2 محله تفریح اسکندریه را طوری رواج و رونق داد که بزرگترین و بهترین مرکز عیش جهان شد. معلوم است که سعی خاتون من برای اینکه 2 محله تفریح اسکندریه دارای رواج و رونق شود برای این بود که بیشتر از آن 2 محله مالیات بگیرد و خزانه خود را پر کند. یکی از اقداماتی که کلئوپاترا برای رواج و رونق آن 2 محله کرد این بود که هر سال در هر یک از 2 محله مسابقه زیبایی ترتیب میداد و زیباترین زن محله از طرف خاتون من جایزه میگرفت و کلئوپاترا از این کار شرم نمی‌کرد و ناراحت نبود. برای اینکه زنهای 2 محله تفریح به موجب قانونی که در قدیم تصویب شد و من بدان اشاره کردم، عنوان کارگر رسمی زمامدار مصر را داشتند و کلئوپاترا از کار یکایک آنها استفاده می‌کرد. بعد از اینکه جنوب دلتای نیل از طرف نیروی اکتاو اشغال شد، رابطه فیمابین شمال و جنوب مصر قطع گردید و دیگر خبری از تیه که مأمور نگاهداری سزاریون پسر کلئوپاترا بود به خاتون من نرسید. ولی خاتون من برای سزاریون مضطرب نبود، چون می‌دانست که تیه بعد از 6 ماه فرزندش را به هندوستان خواهد برد. ما در آن موقع که رابطه بین شمال و جنوب مصر قطع کردید، متوجه نبودیم که اکتاو از رفتن سزاریون به سرزمین کوش مستحضر است و 2000 سرباز از لژیون را فرستاده تا سزاریون را به قتل برسانند و سرش را برای او بفرستند. من از خدایان مصر سپاسگزارم که خاتون من در زمان حیات از خبر مرگ فرزندش سزاریون مطلع نشد. و بعد از مرگ کلئوپاترا من از این موضوع اطلاع حاصل کردم. من بعد از اینکه خاتونم زندگی را بدرود گفت، مطلع شدم که اکتاو در دربار مصر جاسوس داشت و به وسیله جاسوسان خود از وقایع دربار مصر مستحضر می‌گردید و فهمید که کلئوپاترا پسرش را به جنوب فرستاده تا اینکه از خطر دور باشد.
کلئوپاترا تصور می‌نمود هر واقعی که برای خود وی اتفاق بیفتد به هر حال پسرش مسئولیت خواهد داشت و دور از خطر به سر خواهد برد و غافل از این بود که اکتاو پسرش را به قتل رسانید و من تصور می‌کنم فاجعه هایی که برای خاتون من پیش آمد نتیجه اعمال خود او و اجدادش بوده است، چون اجداد کلئوپاترا که همه از نژاد یونانی بودند در مصر خیلی آدم کشتند و به کلی تقوا را زیر پا نهادند. یکی از اجداد کلئوپاترا با مادر و خواهر و دخترش ازدواج کرد و دخترش از او دختری زایید و بعد از اینکه آن دختر بزرگ شد پادشاه مصر با نوه خود نیز ازدواج نمود و همین مرد تمام خویشاوندان ذکور خود را کشت که مبادا یکی از آنها روزی به فکر سلطنت بیفتد و او را از سلطنت مصر برکنار نماید. کلئوپاترا علاوه بر این که در مدت عمر هزارها نفر را به قتل رسانید، با اقدامات خود فحشا را که در مصر پیوسته عملی بود مذموم و ننگین ولی سرچشمه درآمد بطلمیوس ها به شمار می آمد، به شکل یکی از هنرهای زیبا درآورد و زنهای دو محله تفریح اسکندریه چون هنرپیشگان جایزه می گرفتند. اکتاو تصور می کرد که سزاریون در جنوب مصر از طرف یک قشون محافظت می شود و به همین جهت برای قتل وی 2000 سرباز لژیون را به سرزمین کوش فرستاد. اگر می‌دانست که محافظین سزاریون عبارت هستند از شوهر من و چند غلام و کنیز که عهدهدار خدمت سزاریون میباشند، شاید بیش از 10 سرباز را مأمور قتل او نمی‌نمود. سربازان رومی از روزی که از جنوب دلتای نیل با کشتی به سوی سرزمین کوش به راه افتادند، راه رودخانه نیل را بر روی تمام کشتی‌های شطی که به طرف جنوب می‌رفتند بستند تا اینکه هیچ کشتی زودتر از آنها به سرزمین کوش نرسد و خبر نزدیک شدن قشون روم را به سزاریون نرساند. در این ایام تیه شوهر من سزاریون را در یک دهکده واقع در محل التقای دو رودخانه نیل آبی و نیل سفید جا داده بود. رودخانه بزرگ نیل که وطن ما را مشروب می‌کند از دو رودخانه می‌آید که یکی را به مناسبت رنگ آن نیل سفید و دیگری را نیل آبی می‌خوانند. این دو رودخانه در سرزمین کوش به هم می‌رسند و آنگاه شط نیل وسعت می‌گیرد. ولی تا وقتی که به مصر برسد قسمتی زیاد از آبهای آن از طرف زمین و آفتاب خورده می‌شود. در محل التقای دو رودخانه در سرزمین کوش یک دهکده قرار گرفته که سکنه آن مردان و زنان سیاه پوست و بلند قامت می باشند. آن دهکده امروز یک شهر بزرگ شده و موسوم است به خرطوم، پایتخت کشور سودان. شوهر من در آن دهکده خانه‌ای بزرگ دارای باغ برای سزاریون آماده کرد و با غلامان و کنیزان در آنجا به سر می برد. هر 3 روز یک مرتبه تیه یک گزارش برای خاتون من راجع به سزاریون میفرستاد. ولی بعد از اینکه جنوب دلتای نیل از طرف ارتش روم اشغال گردید، گزارش‌های تیه به خاتون من نرسید. وقتی قشون روم به محل التقای دو رودخانه نیل آبی و نیل سفید رسید، شوهر من از آمدن آنها مطلع نگردید و سربازان اکتاو دهکده‌ای را که سزاریون در آنجا بود محاصره کردند و نگذاشتند کسی از آن دهکده خارج شود و یا وارد قریه گردد. سکنه آن دهکده همه سیاه پوست و بلند قامت و باریک اندام بودند. امروز هم اکثر سکنه سودان علاوه بر اینکه سیاه پوست هستند، بلند قامت و باریک اندام میباشند. در آن دهکده که سیاه پوست بودند، چند سفید پوست مصری به زودی مکشوف گردیدند. هیچ کس در آن دهکده نمیدانست که پسر کلئوپاترا ملکه مصر در آنجاست، ولی میدانستند که پسری سفید پوست با چند مرد و زن سفید در آنجا به سر میبرند. لذا فرمانده سربازان رومی بدون زحمت خانه سزاریون را یافت و آن را محاصره کرد و وارد خانه شد. شوهر من و غلامان و کنیزان غافلگیر شدند و نتوانستند مقاومت کنند و فرمانده سزاریون را دستگیر کرد و آنگاه در صدد برآمد که وی را به درستی بشناسد که مبادا اشتباه کند و دیگران را به جای سزاریون دستگیر کرده باشد. فرمانده رومی تمام کاغذهایی را که در آن خانه بود ضبط کرد و آنها را خواند. آن کاغذها عبارت بود از نامه‌هایی که از طرف کلئوپاترا برای فرزندش ارسال شده بود. افسر رومی از روی نامه‌های مزبور فهمید که سزاریون فرزند کلئوپاتراست. مع هذا شوهر من و کنیزان و غلامان را جداگانه مورد تحقیق قرار داد
تا یقین حاصل کند پسری که دستگیر کرده سزاریون فرزند سزار امپراتور فقید روم و ملکه مصر است و اشتباه نمی‌نماید. پولی که شوهر من از کلئوپاترا گرفته بود تا اینکه صرف هزینه پسرش کند نیز به دست افسر رومی افتاد. بعد از اینکه فرمانده پول و کاغذها را ضبط کرد، 10 فرمانده مانیپول و 20 فرمانده سنتوری را جمع آوری کرد تا با حضور همه آنها سزاریون را به قتل برساند. فرمانده کوهورت نوشته‌هایی را که به دست آورده بود به نظر افسران رومی رسانید و مرتبه دیگر با حضور آنها شوهرم و غلامان را مورد تحقیق قرار دادند و آنها تصدیق کردند پسری که از طرف فرمانده کوهورت دستگیر شده سزاریون است. زیرا نمی‌توانستند انکار کنند و اگر انکار می‌کردند تحت شکنجه‌های مخوف فرمانده کوهورت قرار می‌گرفتند. بعد از اینکه تحقیقات تمام شد، فرمانده کوهورت صورت مجلسی روی یک قطعه از کاغذ پاپیروس نوشت و از تمام افسران خواست که آن را امضا کنند و موضوع صورت مجلس عبارت بود از تصدیق هویت سزاریون. پس از انجام این تشریفات، فرمانده کوهورت یکی از سربازان را که جلاد بود احضار کرد و گفت سر این پسر را از بدن جدا کن. جلاد مزبور دست و پاهای سزاریون را بست و آنگاه او را روی میز قرار داد و زیر گردنش چوبی نهاد که شمشیرش با زمین تصادم نکند و با یک ضربت شمشیر سر از پیکر آن پسر جدا کرد. سزاریون با دلیری جان سپرد و نشان داد که لیاقت فرزندی سزار و کلئوپاترا را دارد. بعد از اینکه سر از بدن جدا شد، فرمانده کوهورت یک صورت مجلس دیگر تهیه کرد دایر بر اینکه سر مزبور از سزاریون است. سربازان رومی عزم مراجعت کردند و شوهر من و غلامان و کنیزان سزاریون را نیز با خود بردند. چون سر بریده ممکن بود فاسد شود، فرمانده کوهورت سر سزاریون و نوشته ها را به یک کشتی سریع السیر منتقل نمود و خود با چند نفر سوار آن کشتی شد و راه شمال مصر را پیش گرفت و روز و شب از شراع و پارو استفاده نمود و چون جریان رود نیل هم به طرف شمال است، به زودی خود را به اکتاو رسانید و سر بریده سزاریون را به او تسلیم کرد. بنابراین در همان موقع که اکتاو از خاتون من گروگان می‌خواست و می‌گفت که سزاریون را به عنوان گروگان به وی تسلیم کند، می‌دانست که کلئوپاترا پسرش را به جنوب مصر فرستاده و می‌خواست خاتون مرا بیازماید و بداند که آیا تسلیم خواهد شد یا نه. ولی خاتون من تسلیم نشد و تصمیم گرفت که مقاومت نماید. ما نمی‌دانستیم که سزاریون به قتل رسیده و اطلاع نداشتیم که تیو و غلامان و کنیزان سزاریون دستگیر شده‌اند و سربازان رومی آنها را به شمال مصر منتقل می‌نمایند. بین جنوب مصر و اسکندریه رابطه‌ای وجود نداشت تا اینکه ما از وقایع جنوب مصر اطلاع حاصل کنیم. خاتون من جز مبادرت به جنگ برای دفاع از اسکندریه فکری نداشت، اما به طوری که گفتم سکنه اسکندریه علاقه به جنگ نداشتند و نمی‌خواستند که از آن شهر دفاع نمایند و آرزو می‌کردند که هرچه زودتر اکتاو وارد اسکندریه شود و آنها را از ظلم کلئوپاترا برهاند. در سالی که سیاه‌پوستان از جنوب مصر آمدند و به اسکندریه حمله ور شدند و من شرحش را در آغاز سرگذشت خود دادم، همین که کلئوپاترا برای دفاع از اسکندریه داوطلب خواست، هر مردی که در آن شهر بود آماده برای دفاع گردید. در آن موقع بطلمیوس نیزن پدر کلئوپاترا و پادشاه مصر زنده بود و او میباید که عهدهدار دفاع از پایتخت خود گردد. لیکن چون کلئوپاترا دختری بود لایق و بین مردم محبوبیت زیادی داشت، وی عهدهدار دفاع از شهر شد و یک قشون چریک از داوطلبان اسکندریه تشکیل داد. لیکن وقتی اکتاو خواست به اسکندریه حمله ور شود، هیچ کس حاضر نشد که داوطلبان وارد قشون چریک گردد، زیرا مردم از ستمگری کلئوپاترا به جان آمده بودند. آنگاه خاتون من تصمیم گرفت که مردان اسکندریه را به زور وارد قشون چریک نماید، غافل از این که مردی که با ضربات تازیانه مجبور به جنگ شود یک مدافع صمیمی نخواهد بود و در اولین فرصت خود را تسلیم خصم خواهد کرد. ولی کلئوپاترا دلخوش بود که با زور توانسته عده‌ای سرباز جمع آوری نماید. بعد از اینکه سر بریده سزاریون به اکتاو رسید و خیالش از لحاظ او آسوده گردید، تصمیم گرفت که به اسکندریه حمله نماید و از 3 طرف حمله ور شد. یک قسمت از نیروی او از شرق به اسکندریه حمله برگردید و در آن قسمت لژیون اسکندریه جلوی سربازان او را گرفت.
قسمتی دیگر از نیروی اکتاو از مغرب یعنی از کشور لیبی به اسکندریه حمله ور شدند و آن قسمت از نیروی اکتاو که در جنوب دلتا بود نیز حمله ور گردید. دوستان عزیز، اگر به کتاب‌های صوتی علاقه دارید میتونید چنل ما رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت کنید. همچنین میتونید روی زنگوله کلیک کنید تا از پست‌های بعدی ما با خبر بشید. اگر پیشنهاد یا انتقادی دارین برای ما توی کامنت ها بنویسید. نظر شما باعث پیشرفت ما میشه. پس ما رو از لطف خودتون محروم نکنید. سپاسگزاریم.